اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ادامه سفر کاری در ناحیه واسع در دهه سیلبوری دهاتی به نام میرعلی محمد علیف بینای سردخانه و دو کارگاه استحصالی را به استفاده دادند. کارگاه‌های استحصال محصولات قنادی، نانی، میوه خشککنی، بندوبست و انبار برای نگهداری محصولات کشاورزی از طرف ساکنین وطنپرور ناحیه واسع راهبر جمعیت دارای مسئولیت محدود میر آثار نورالدین قهاروف در دایره نقشه چورابینی‌ها بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالی دولتی جمهوری تاجیکستان با اصول معاصر معماری با صفت بلند و جوابگو به طلبات زمانی نو ساخته شده است. در کارگاه‌های استحصالی و سردخانه همگی 35 نفر ساکن محلی با کار دائمی تامین گردیدند. در کارخانه در یک بس 10 نمود محصولات قنادی در حجم 2 تن استحصال کرده می شود. در کارگاه دیگر در یک بس 5 تن میوه و سبزیجات خشک‌کننده شده جوابگو به طلبات بازار و رقابت پذیر بسته‌بندی می شود. در همین موضوع از طرف رهبریت خواجگی دهقانی حسین جمعیت دارای مسئولیت محدود میر آثار در مساحت 3 گکتار زمین باغ بنیاد گردیده است. برای استفاده ثمرناک زمین در بین قطار درختان، سبزیجات و دیگر محصولات کشاورزی کشت کرده شده است. در خواجگی دهقانی حسین 10 نفر به طور دائمی و 40 نفر به طور موسمی به کار جلب می‌گردند. در حدود زمین‌های خواجگی برای بالا بردن اقتدار استحصالی و تامین اهالی با محصولات کشاورزی از جمله لیمو در مساحت 0.6 گکتار زمین گرمخانه بنیاد کردند. بعد شناسایی با شرایط امکاناتی کارگاه‌ها و سردخانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با رهبریت خواجگی بسیار ساحه میر آثار برای آباد کردن یک گوشه دیار، تأسیس جایهای کاری و استحصال مال و محصولات تر و تازه کشاورزی اظهار سپاس نمودند.